نزیلی بیناموز من تو رو میکنم خواهش میکنم نیست بس کنه یک طرف زیرو نکنه آقای حامید آرام شوید میکشم تو رو بیا پسرم زودتر رفتیم زودتر اما که امید ایسته به من گوش کنید اما که امید گذر حالاییست زلال حالاییست اما که امید یک لحظه زیلو کی با سرم زد خواهی میکنم به من گوش یک کنید طرفیست هیچ چیز رو نفهمیدم چرا او ما رو کشتن میخواست تیزبان بینی تو زینب هر گونه گپ رو برآورده است او با این تهمت‌هایش مردم دیگر رو به هم دشمن می‌کنه پسرم من در نزدی در نیستم تو به بیرون نبرو این عکس من است عکس من اینجا چی کار میکند چرا در دست خانم زلال است یک طرفیست از سر هم دور شود دکتر را ندیدی ها؟ ندیدم آقای حامد دکتر را ندیدی؟ ندیدم آقای حامد به خدا با کدام طرف رفت؟ حامد آخه ندیدم آقای حامد بخیر است دکتر رو میکوبی کجاست آن به ناموس معلومه شاید که آواز رو به گوشت رسیدن گپ را دراز نکنه گپ زن دکتر رو همراهی زیلال دیدن زیلال یعنی زیلال به سرم زده است آنها به کجا رفتن رئیس گپ زن نمیدونم لیکن شاید به خانه‌اش برده باشد دیگر به کجا میروند نهایت شخصی پیدا میشده است که صدی راهی دکتر شود نه خدایا عکس من در اینجا چی کار میکند زیلال زیلال دکتر را در خانه پنهان نکن یک طرفیست پیش راه هم را نگیر قهرم را نیار زیلال در اینجا نیست پیش راه هم را نگیر زیلال یک طرفیست آن بنام را پنهان نکن گفتم یک طرفیست گفتم کردت خوب نیست خمید به اجازت به خانه هم در آمده زیلال ایستاده ای یک طرفیست برام گفتم میگویم به تو یک طرفیست گفتم پیش راه هم را نگیر دکتر را پنهان نکن گفتم از خانه هم برام میگویم دکتر در کجایی دکتر؟ نه در آن خانه به تو گفتم از خانه هم برا کارهای کردت به جزا نمیمانم این صاف سود برا از خانه برا از خانه هم بیرون برا کفایت که امید من اینجایم پنهان نشدم کاری کردت به جزا نمیماند تو را میکنم به ناموز گناه هست امید زلال یک طرفیست برا یک طرفیست گفتم جلوی ساده ای برا میپرانم برام میگویم شما یک طرفیست خانم زلال دوید بیسرم نخود شما با این گپای دروغ باور کنید دکای حمید مایلش من بگونم با من باور نمیکنید لیکن با دخترتون چی با او هم باور نمیکنید نخود او رو ندونید با این سخنانتون او رو بدنام نکنید تو را بدنام کردی دکتر او را فریب دادن ناموزش دکتر نمودی پدر علی پسرم تو در اینجا چی کار میکنی؟ کنی زود به خانه رو گفتم آقای دکتر رو نپرانید اگر اون کسا نبودن من نموردم آقای دکتر مرا از مرگ نجات دادن پدر جان نه فقط تو را نجات داد پسرم اپات را حتی پدرت را از دستی سلاحداران نجات داد دکتر با من بدی کرد با اپات هم بدی کرد پسرم من با کسی بدی نکردم
راست پدر، آقای دکتر با هیچ کس بدی نکرده است. رفتیم پدر، اکنون میرویم. چیکار کرده ایستاده حامد؟ مگر این به تو میرسد؟ حتی این کودک از تو دیده با عقل تر است. برای یک آوازه بی اساس خودم را میکشی. انسانی برومند شده حامد، برایت عیب است. بابا اگر راست باشد چی بابا؟ تو چه دخترت را نمیدانی؟ دکتر را هم خوب میدانی. هر دیشان هم جوانم خدا ترسد. نخود باور کرده که آنها به این کار دست زده باشند. اگر این آوازه ها راست برایم تو را زنده نمیمانم دکتر. برای باوریت تشکر علی. حقیقت روزی آشکار می‌گردد. خداوند کمک نمود پسرم. باش کن بلال، گریه نکن. انشالله همش به خوبی بیانجامد. انشالله بابا، انشالله. شد خلای زلال. ببینیدم اما خوبیم. دخترم زلال خودت را به دست گیر. از شما یک چیز پرسیدنیم. پرس پسرم. آقای دکتر، خالای مریم بیمار شدن، شما را میپرسند. فهمیدم، حاضر میآیم. بعد صحبت میکنیم خانم زلال. مایلش پسرم. انشالله بیماریش وزنی نیست. زلال، دکتر را چون گوهرکی چشمی مایه می نمایی؟ او برفینم را از مرگ نجات داده بود بابا. بله. با من چه شد دیلو؟ در مکتب از هوش رفته بودی. آقای دکتر تو رو در آن حال یافته به اینجا آوردند. آقای طاهر گفتی؟ بله، اما کاش نمی آوردند. چرا اینطور میگویی دیلو؟ پدرت باشند با سلاح آقای طاهر را کشتنی بودند. خدایا توبه. معلوم میشود که پدرم به آوازه ها باور کردن. سببگاری همه این آوازه ها تو هستی زینب. من هستم؟ دیلو تو چه ها میگویی؟ تو که حقیقت رو میدانی. از روزی به ده آمدنت یک لحظه هم از طاهر جدا نیستی. او را به دام خود افکندی. اکنون نمیدونم چرا از او کناره جویی میکنی. وقتی که به تو اظهار محبت کرد در ده آوازه‌تون پهن شد. تو چه ها میگویی دیلو؟ نخود تو هم به این آوازه ها باور کنی. دستت رو به من ده، خون گیرم. نمیخواهم. چه حال داری زینب؟ چی گپ شد آقای طاهر؟ شما خوردید؟ اما که حمید خطایش رو فهمید. خون گرفتی؟ گرفتنی بودم لیکن نگذاشت. من بیمار نیستم. حاجت به گرفتن خون هم نیست دیلا. خون نگرفته به ما رو جواب نمیدهی دیلا. مالش آقای طاهر. حالای مریم نوتوب شدند. رفته از حالشون یک خبر گیرم. فهمیدم. بیا زینب. همین که برگشتم خون خانم زینب رو تشخیص میکنم. لازم نیست نگویم دیلو. چرا تو از خون سپاریدن اینقدر میترسی زینب؟ با فکرم سخنان آقای طاهر رو شنیدی. بیگناهیت رو اثبات کردن میخواهی؟ چی؟ میترسی که حامله‌دار بودنت آشکار میگردد؟ با این راه آقای طاهر رو از گمان بد رها میسازی. دیلو التماس رفتنم لازم. چرا سرکشی میکنی؟ تنها خون میدی و بس. یا اینکه در حقیقت حامله داری؟ راست تو حامله داری. دیلو تو چه ها میگویی؟ من چی گفتنم رو نقض میدونم. شاید از شهر امیله شده برگشتی و بعد آقای طاهر رو دیده او را به دام خود افکندی. حالا باشد از او دوری میجویی. خود را دختری دستنارس نشان میدهی.
آقای طاهر را به خود مفتون نموده به او خانه‌دار شدن میخواهی؟ تو خیلی مکار بوده ای زینب. بس کن دیلو، بس کن، بس کن. البته دکتر را در خانه زلال یافته است. از دشمنمان با چرا انتظار شویم؟ دکتر را پنهان نموده است. آن زن چون مار است. علی پسرم، تو به خانه درون درو. چه کار کردی حامد؟ بوی بارود را حس نمیکنم. تیر خالی نکرده ای؟ حامد برادر، دکتر را پیدا کردی؟ پیدا کردم، لیکن کشتن نتوانستم. نخست علی آمد، بابا آمدند، نتوانستم. اکا میفهمید، نتوانستم. مگر این کودک بازی حامد مسئله ناموس است. دخترت بدنام شد، اولاد بیشاگ آین ما را داغدار نمود. اکا شتاب نکنید، شاید این آوازه ها دروغ باشد. بله، راست میگوی آقای حامد. تا شمال نشود برگ درخت نمی جنبد. لیکن چه فایده؟ تو با این نرم دلیت آبروی من را میریزانی. و من نگاه کن حامد، مادامی که به آوازه ها باور نکرده به دخترت باورداری، چی کاری میکنی نمیکنی بیگناهی دخترت را اثبات مینمایی یا اینکه ناموس من را پاک میسازی. از خاطر نبرار که دیگر چاره نداری حامد. بیشاگی ها با این داغ در بین مردم گشتن نمیتوانند. خودت این را نقض میدانی حامد. فشارتون کمی بلند شد از خلای مریم و خوراکتون باید دقت دهید. یک چند داروهای هستند که باید شما حتما اونها رو استعمال کنید. دیلو این داروها رو گرفته میآورد. پسرم این چه بیماری بوده است؟ گیاهایم هیچ فایده نبخشیدن. فشار بلند رو با گیاه فصل کردن دشوار است خلای مریم. هیچ گپ نه. کنه بینیم داروهای تو فایده میرسونند یا نه؟ اکنون من روم. کمی ایستا. اولی مکتوب رو برایم خانون طرفش آسان است. البته هر درد رو درمان است. این مکتوب از کی اومده است؟ از پسری اسکرم. حق داری که گریه کنی. بیهوش شدنت نقشت رو برباد داد. وقتی تحلیل خون آقای طاهر از حقیقت واقف میگردد. طاهر از تحلیل خونم تنها یک چیز رو میفهمد. اون هم بیماری سرطان بودنم را. سرطان؟ با فکرت چرا خون دادن نمیخواهم مگر برای گناهگار دانستن و بدگمانی هایت. دیلا من میمیرم. سببی به دیه برگشتنم کمی هم باشد بیماریم رو فراموش کردن است. یگانه آرزویم پیش از مرگم در این دیه مکتب شدن بود. برای همین من در این جایم دیلو. نخواستم که کسی از بیمار بودنم با خبر شود، کسی غم خورد. اگر طاهر از بیماریم خبردار شود زیق می شود. اگر خواهی خونم را گیر. من را ببخش زینب. من یک انسانی بدگمانم. تو بدگمان نیستی، تو تنها عاشق هستی. زینب به طاهر عاشق بودنت رو کیها می دانستم. همه این تنها آرزو است. در حقیقت آقای طاهر به تو عاشق است. بنستی که من در بینتون نمی شوم دیلا. خواهش میکنم این خیل نگوی زینب. احوالم خوب است مادر جان، لیکن شما رو خیلی پزمان شدم و خدمت وطن رو باید اجرا کرد و روزهایی به شمار ماندند که به زودی به پایان میرسند. دعاهایتون رو از من دریغ ندارید. شما رو خیلی دوست میدارم. پسرتان بدری. بدریا مادر قربانت شود پسرم، قربانت شوم فرزندم. ببینید عکسش رو هم فرستاده است.
دید من میگذارم. این عکس کی از خالای مریم؟ پسر کلانی هم بهرام است. او در کجاست؟ در شهر است. خوراک آوردم. چی شد؟ چرا می نگری؟ خوراکت رو خور. شما پسر خالای مریم نیستید؟ ولی راست شما اگه بهرام هستید. تو کی هستی؟ من برفین هستم، دختری زیلاب. راست اکنون شناختم. وقتی که تو رو دیده بودم تماما کودک بودی. تو در اینجا چیکار میکنی برفین؟ دختر رو چیکار میکنیم؟ اجازت میدهی که به شهر رود؟ نه چه اجازت. بیزار بیچاره کمتر حاضر به شهر رفتن را کنند. دختر در اینجا میموند و اکنون از ماست. او را خوب تعلیم ده. وقتی به ده رفتن هم رسید بیدی رفته دختر رو میابیم. خب مالش. حالا هم در اینجا گشت ایستاده است. پدر؟ چی میخواهی دختر؟ پدر دختر حالا هم زنده است. ها؟ البته چی شده است؟ اما امک حامد سلاح در دست دختر را گفته گشته بود. همش همین؟ پرانده نتوانسته است؟ نخواد؟ البته تو گناهگاری. یعنی آنها را خوب نشورانیده ای؟ زیق نشو زینب. بیمار بودنت رو غیر از هر دویمان دیگر کس نمیفهمد. خواطر نشو. لیکن تشخیص خون رو چیکار میکنیم؟ طاهر وقتی که برگشت از تو طلب میکند. میدونی چی؟ من خونم رو میدهم. تشکر با تو دیلا. زینب با تو گپ دارم دخترم. پدر با من نگاه کنید. من یکم کاری نکردم که شما در خجالت مانید. کاری کردد معلوم. پدرت در مکتب تو را با دختر دستگیر نمود زینب. امک فشارم پس شده از خوش رفتم. آقای طاهر باشند خبردار شده کمک نمودند. زینب راست میگوید. همه آوازه ها دروغ و تهمتند. شما هر دویتان زن هستید. زبان یک کرده اید. آوازه ها بیهوده پهن نشدند. البته سببی دارند. اکا انیق نکرده حکم نبراره. دب را دراز نکن حامد. اگر بین او و دختر یگان گپ نباشد اثباتش را میخواهم. زینب خودش را معاینه نموده نتیجهش را دهد. شما چی گفتن میخواهید امک؟ چی گفتنم را نغزکت فهمیدید زینب. همچون سردار این عائله شرطم همین است. پدر و دختر مرا فهمیده. پدر دخترم امکت همین خیل میخواهد. من دختری شمایم. شما چی میگویید؟ دخترم امکت راست میگوید. یعنی شما هم به من باور نمیکنید؟ خدا مددگارت زینب. چی حال داری زینب؟ با شما گپ زدن نمیخواهم. دختر چرا با دخترم گپ زدی؟ سلامتیش را پرسیدنی بودم. کاری تو چی؟ زینب بیمار است. من همچون دکتر حق دارم که پرسم. از این پس به اون نزدیک نمیشوی دکتر بیناموس.
تو را میکشم ابله. ادبی او را باید دهم. حمید از زینب خون گرفتی؟ بله آقای طاهر. شما با کجا رفت ایستادید؟ امروز او را از مرگ نجات داده توانستید. بگوش چی شدنش معلوم. اکنون این آدمان طاهر را آرام نمیگذارند. گوش کنید. باید من و شما کاری کرده طاهر را از این دیه براریم. نیتتون معلوم است. فرزندم را از من دور کردن میخواهید. ببینید خانم زلال کی اومده است؟ تو هستی آقای دکتر؟ با شما صحبت کردن میخوام خانم زلال. مرحمت درو. نه تشکر. گذر نشین. به من چی گفتنی بودید؟ اول تو گوی پسرم. وقتی من رو در حجره برفین پیدا کردنتون یک چند عکس ها رو یافتم. در بینشون عکسی دوران کودکیم رو پیدا نمودم. اون عکس ها در دست شما چیکار میکنند؟ نمیدونم چی طور به تو فهمونم پسرم. من نفهمونم. اون عکس در همیانی پدری رحمتیت بود پسرم. هنگام وفات پدرت خانم زلال در نزدش بودند و همیان رو گرفتند. برای همین هم اون عکس در دست خانم زلال است. همین طور نه خانم زلال؟ شما چیزی گفتن میخواستید خانم زلال؟ شاید درباره همیان به تو گفتنی بودن. ما هم حاضر در همین باره گم میزدیم پسرم. من تنها همین رو فهمیدنی بودم. باز برای نجات دادنتون اومدم که تشکر گویم. تشکر زیاد. هیچ گپ نه پسرم. آقای دکتر. لابای خانم زلال. اگر یگان چیز گویی برات بودن طاهر رو به همه آشکار میسازم. چی گفتنی بودید خانم زلال؟ خدا مددگارت باد گفتنی بودم پسرم. تشکر خانم زلال. ببین هم برات بودنی طاهر را شما گفتید. سببگاری گریزاندنی برفین هم شمایید. آروم شوید خانم زلال. این رو به خوبی حل کرده میتوانیم. من غمی طاهر رو میخورم. اگر حاضر مادری او بودنش را گویید همه را به پا میخیزانید. آنها به این هم شما را بد میبینند. اگر باز برات بودنش را فهمند او را زنده نمیگذارند. شما هم فکر طاهر را کنید. بیایید گفته مرا قبول کنید خانم زلال. یک جای شده او را از این دیه به شهر گریزانیم. بعد شما به نزدش میآیید. مادرش بودنتان را میگویید. من هم حقیقت را به او نقل میکنم. از کجا دانم که باز فریبم نمیدهید؟ و شما وعده میدهم. این طور باشد. من راضی. نتیجهش معلوم شد؟ خدا رو شکر که بیمار نیست. انا نتیجهش. این رو میتوانی به زینب دهی. مایلش آقای طاهر. دلو. لبای؟ با زینب در کدام خصوص گپ میزدید؟ هیچ. صحبت میکردیم. تو نیز با زینب معامله خوب نداشتی؟ چون که برای آن روزه ها خیلی غمگین شدم. با زینب یگان چیز رسانم. او با من گپ نمیزند. شاید حق باشد. شاید، لیکن پس از رخ دادن این واقعه از دیگر رفتنم بهتر است. برای چی؟ خواهش میکنم نروید. مردم به شما احتیاج دارند.
میدونم دیلو. دختر تو داری اینجا چیکار میکنی؟ سینان برای معالجه تو را انتظار است. رفتیم. برای طاهر رو از ده دور کردن باید یگان چاره اندیشید خانم زیلان. صبر کنید، چاره پیدا میکنیم. او را فریب دادن آسان نیست خانم زیلان. باید نقشه خوبی کشیم. نقص فکر کنید، گپ درباره حیاتش میرود. راست میگویید. طاهر رو از اینجا برم، ما را دیگر در خوابت میبینیم. او از آن سلاح به دستان است. باش زودتر. او در این دیه چیکار میکند؟ تو با این خواهینان چیکار میکنی پسرم؟ بیا. خدایا او با آنها چیکار میکند؟ از روی این سنجش تو بیمار نیستی زینب. از تو خیلی می ندارم دیلا. وضعیت در اینجا چه خیلی است؟ تا حال با من باور نمی کنند. شاید جواب این تشخیص آنها را آرام کند. پدرم را آرام می کند، لیکن امکم. زینب با همشیره گپ زده ایستاده است. چی کار کنم؟ با دیلا هم گپ زدن نمانم. کنی رفته فهم چی میگویند؟ خوب مایل شکرم مایلش. بسیار غم نخور زینب، برایت خوب نیست. میدونم اما در این حالت غم نخوردن غیر امکان است. پدرت میگویند اگر یگان خواهش داشته باشی به نظرم بیو. تشکر دیلا. روز بخیر امکی حمید. روز بخیر دخترم، روز بخیر. دیلا برای چی آمده بود؟ نتیجه تشخیص خونم را آورد. بیمار نبودم. عمیق‌ترش اثبات بیگناهیم و خودم را داغدار نکردنم پدر. معلمه لابا جانم. خلای مریم گفتن که به نزدشان بیایید. رفته فهم چی میخواد؟ رفتیم. خوش آمده دکتر. درد زخمم هیچ پس نمی شود. حوض زخمت رو میبینم. سلاحت رو یک طرف گذار. سلاحت رو مون یا باور نداری؟ باور دارم دکتر.
حیفی تو پسرم، با خائنان همکاری می نمایی. شیری دادم به تو حرام بود برات. یعنی خوندن و نوشتن را آموختن میخواهید همین طور؟ البته. دکتر گفت که تو نه تنها به کودکان بلکه به من بر این کلان سالا نیز درس میداده. نمیدونم من در این سن سال یاد میگیرم یا نه، لیکن من هم میخواهم. آخر کودکان مایده هم یاد گرفتن، چرا شما یاد نمیگرفتید خالای مریم؟ راست دخترم، لیکن احوالم بد است. با این بیماریم چی خیل به مکتب میروم. من خودم به نزد شما میآیم، هر روز میآیم. تنها شما خواهش داشته باشید. خداوند مددگارت باشد زینب. تشکر خالای مریم. دخترت کجا رفت؟ خالای مریم رو جر زد، با اونجا رفت. به این نگرید. این چی است؟ دیلو آورده است. نتیجه خونی زینب. یعنی او حامله نبوده است اکا. بچه؟ اکا شاید از تشخیص خون معین گردد. زینب بیگناه است. همه این آوازه ها دروغ است. تشخیص را کی کرده است؟ دکتر کرده است؟ برادری بی عقل من. حالا مرا نغز گوش کن. دو شرط دارم. زینب از معاینه طبی میگذردین یک، زلال را مجبور میسازی تا جای برات را گویدین دو. نشین مرا گوش کن جیان. لبا یامک دکتر با اپت کاری بده کرده است. ناموسمان را داغدار کردند. پدرت از ترس خاموش نشسته است. من باشم سال خوردم. نوبت به تو میماند. من تو را چون مرد میدانم. پاک نمودن ناموس عائله من بر دوش توست. دکتر را پران. آقای دکتر انسان خوبن، این آوازه ها دروغن. آه دکتر البته روزی به دستم میافتی. سلامت باش دکتر. سبب این کار رو کردنم رو میدانی سینون. دیه رو به حالش میگذاری، با مردمی دیه ضرر نمیرسانی. مکتب رو میکشویم، کودکان علم میآموزند. اسوده باش، یک بار نصیحت کردیم که من از گپم نمیکردم. زلال بیعقل، نخواد پسرت رو با خائنان برابر کنی. او همه این کار رو بخری دیه می کرده است. مادر قربانت شود پسرم. بیا سینان. سلامت باش، رفتیم بیدی. کنی به من گوی، با سلاح به دستان همکاری میکنی؟ چرا با اونها همکاری کنم خانم زلال؟ با چشمانی خودم دیدم با آنها همکاری میکنی. خطا میکنید خانم زلال، خطا. تو خائنی، و دیگه همان خیانت میکنی. از دیگه برآمده رو، سری مردم را در بلا نگذار. ببخش پسرم، ببخش مرا برادرم، ببخش که دیگر چاره ندارم. هوا خیلی سرد شد.
چی نگاه میکنی؟ در اینجا هوا خیلی خنک است، بپوش. تشکر اکای بهرام. کیچه در کجاست؟ او با یک گروه به عملیات مهم رفت. اگر خواهشی داشته باشه بپرس. ما رو به شهر میروی گفته بود. گفته بودیم. ما وقتی بیگان که قول دادیم حتما بجا میاریم. بله. چای دم کنم؟ اول از مهمان پرس. تشکر، نمیشم. لازم نیست بهرام، ما هم نمی نوشیم. با من میروی میگویدون لیکن حالو هم مرا در اینجا نگاه میدارید. خیلی زخ شدم، اجازه دهید که روم. با کجا میروی خواهرم برفین؟ با ده برمیگردم و بعد همراه مادرم به شهر میروم. فهمو. برفین میروم میگویی لیکن در این کوههای خطرناک تو را تنها فرستاده نمیتوانم. نمیخوام که تو می گرگان شوی. کمی صبر کن. اگر لازم شود خودم تو را به استانبول و جای لازمیت برده میرسانم. تشکر، شما خیلی آدمی خوب بودید. تو چی مرا بد گمان میکردی ها؟ انسانی بد؟ آخر ما آدمان سلاح بد هستیم. همینطور ما در حقیقت بدیم و من از همه بدترم. از این بدتر هم میشوم تا آن وقتی که به همه سوالهایم جوابی درست نگیرم. شما را نفهمیدم. من فرزند یک عائله ثروتمند بودم. پدرم با تجارت انگشت مشغول بود. همکاری پدرم با یک گروه سلاح بدستان علاقه داشته، با آنها پول میداد. پدرم باشد از این کار هیچ راضی نبود. لیکن گپی پدرم به همکارش نمیگذشت. روزی یک چند نفر از امنیت آمده او را میبرند. خود همان روز باز یک چند نفر خودشان را شخصان حقوقی معرفی نموده پدرم را نیز میبرند. پدرم یگان کاری غیر قانونی نکرده بودند و به خودشان باوری داشته بیگاه البته برمیگردم گفته رفتند، لیکن بر نگشتم. من آن وقت 16 ساله بودم. هر روزم را در انتظار پدرم شب می نمودم که برمیگردند. مادرم هم هر روز پدرت البته برمیگردند میگفتند و از انتظاری از دنیا گذشتند. خودتون گفتید که با سلاح به دستان علاقه ندارد و مقصدش نجات دادن دیه است. پس چرا با او معامله بد کرده؟ چاره از دیه رفتنش را پیدا کردم، برای همین خانم را بیار. چه چاره؟ مردم دیه از همکاری نمودن دکتر با سلاح به دستان با خبر شوند. از دیه پیش میکنند. البته. خیلی خوب فکر کردید خانم زیلو، لیکن ما نباید این را در دیه آوازه نماییم. خانم رابعه، مگر مرا نمیشنوید؟ باز چند مراتبه فرمانم مرا نزدیک گوش کنید، گپهایم راستند. اگر مردم دیه فهمند عاقبتش خوب نمیشود. باز اونها جنگ کرده ایستادند. پسرتون گوید احتیاط شود. از من گفتند. با شما باور نمیکنم. و خیر است خلای زیلو؟ دکتر چیکار کرده است؟ باز چیکار میکرد؟ قزبان با سلاح به دستان همکاری دارد. همان دکتری باوری نوک همان. نخود خلا؟ با آنها با خوردنش را خودم با چشمانم دیدم. نخود. همه این نقشه را برای تو کشیدم پسرم. خدایا خودت مرا ببخش. پدر خیلی با چی گم؟ میدونی چی؟ دکتر با سلاح به دستان همکاری میکرده است. اوف، تو دیوانه شدی دخترم. چی گفتن رو میدونی؟ دکتر چرا با آنها همکاری میکرده است؟ نخود با همین باور کنی. من از کجا دونم پدر؟ خلای زیلو رو همراه آنها دیده است. این گپ ها رو به من گفت. رو از پسی کار شاق قزبان؟ باز نگوید که نگفت. توبه راست میگوید. یعنی این دکتر هم داروها را میفروخته است. لیکن چرا او؟ به خدا راست است. حالایی است دکتر، حالایی است.
همه تمام. خوش رو نوشتم همین طور نه؟ بله خالای مریم. و خدا از کودکان دیده بهتر می نویسید. حالا باشه همه صحیفه ها رو همین تذکر کنید. بیا پسرم بیا. دیدی در همین سن سال خواندن و نوشتن را می آموزم. من بعد مکتوب های پسرم را خودم می خوانم. خیلی خرسند شدم خالای مریم. تو یاد گرفتنتون من مکتوب هایتون را برایتون خواندم میدهم. سلامت باش. خیر من اکنون روم. حاجت برفتن نیست. من زود کارم رو تمام میکنم. تنها فهمیدن میخوام که از دیروز دیده سلامتیشون بهتر شده است یا نه. باید شما رو خوب نگاه بینماییم یا اینکه با بیمارخانه شهر فرستیم. راضی هستید یا نه؟ من به هیچ کجا نمیروم. این طور باشد داروی دادم رو در وقتش استعمال نمودنتون لازم. مرا ماندو بین شما چی شده است که با هم گپ نمیزنید؟ معلم و دکتر هر جهتان هم صاحب معلومات عالی و رفتاری خوب هستید و خدا با هم موافقید. خیلی باز دردی همان توی نشده است. من دیرتر می آیم خالای مریم. سینتون رو بلو کنید. به خدا قسم میخورم که با سلاح به دستون همکاری داشته است. یه رو از اینجا قزبان تو چیا گفته ایستاده ای؟ به اونها دارو میفروخته است. هیچ باوری هم نمی آید. آخر سلاح به دستان دکتر را چی قدر عذاب دادن؟ برای به چشم مردم خوب پاشیدن فهمیدید؟ دکتر خودش به آنها چنین امر کرده است. قزبان راست میگوید. وقتی دکتر را به کوه بردن با او هیچ کار نکردن. باز نکه یکی نگفت. چه خیلی آدم بودن دکتر را باید دانید. برای چی این کارو میکرده است؟ در کجا میگردی رمزی؟ دیر بستو رو ندیدم. کاری خوب نکردی دکتر. ما رو بدو تنگه فروختی. چی گفت شده است رمزی؟ نفهمیدم. السلام علیکم. سلام علیکم. کمی انتظار شوید. دل و نوبت شما رو به درون میخواند. السلام علیکم. خدا شکر دهد. علیکم السلام رئیس. چه حال داری؟ خوب. دکتر انتظار دارید؟ بله. از واقعه های رخ داده ایستاده خبر دارید؟ بخیر است رئیس. این آدم روی راست ما را میفروشد. با سلاح به دستان همکاری میکرده است. شما باشید خوابید. انکنون با دقت گوش کنید. خونی خالای مریم رو بدتر از تشخیص میگذارونن دیلو. معنیش آقای طاهر. میتوانی بیماران رو دعوت کنی؟ توبه آنها کجا شدند؟ بیماران کجا رفتند؟ نمیدونم. ایستید، با کجا میروید؟ کجا میروند؟ نمیدونم. رفته پرس دیلو چی گپ شده باشد؟ مالش. وقتی صحبت کردنی مادر دکتر و خاله دیلو در نزد درم شنیدم. این دکتر با سلاح به دستان همکاری داشته است. من شما را باور نمودم. باور کردن نکردن کار خودتون. من وظیفه‌ام رو اجرا کردم. همه‌اش معلوم شد. چخیل بودن این دکتر به همه معلوم شد. در ده همان دشمن را دستگیری نموده. بله. هلال گمان میکنی که تو برات رو فراموش کردم، لیکن همه کار وقت و ساعت خود رو دارد. من تو را مجبور میکنم
مجبور میکنم که جای برات را به من نشان دهی. بله زیلو. چی واقع شد است دیلو؟ چرا رفتند؟ از همکاری نمودنتان با سلاح به دستان خبردار شدند. مگر اونها همین رو گفتنیند؟ نه تنها اونها، بلکه تمام دیها در این باره گپ میزند. شخصانی هستند که با سلاح به دستان واخوردنتان رو دیدند. من در آنجا با دیگر مقصد بودم. و باز میگویند که داروها را هم به آنها میفروختید. این دروغ از کجا برآوردند دیلو؟ حتی کودک باور نمیکند. لیکن اهل دیها باور کرد. دیلو، در اینجا از همه شخصی نزدیکم تو هستی. نه خود من این کارو کنم. معلوم می شود که تو هم باور کرده ای. شما خودتان گفتید که با آنها واخورده اید آقای دکتر. بله گفتم، اما من باید در کجایند؟ با آن کس باید صحبت کنم. وقتی اومدنم در خانه بودند. گمان نمی کنم که به یگان جا رفته باشم. این کارت خیانت به دیه امان است. به تو نمیزیبد. از تو انتظار نبودم، اما معلوم می شود که با یک دیدن دشمن را شناخته نمی شده است. بیایید رفتیم برادرها، با او گپ نزنید. میدونم که مرا بد دیده ایستاده ای، لیکن همه این را برای خوبی تو کردم. انا خوراک را آوردم. تیار شده است بابا جان؟ کدی خور عمر پخته است. پخته است بابا جان. مامان همه تون مسئولیتون گرید. خوش آمدید پسرم دکتر، خوش آمدید. من خیانت نکردم بابا ابراهیم. سینان زخم دور شده بود، او رو تبابت کردم. با سینان شرطنامه پنهانی بستیم. این چگونه شرطنامه بوده است؟ برای او رو تبابت نمودنم او به دیه ضرر نمیرساند، با مردمی دیه ظلم رو روا نمیبیند و کشودن مکتب دخالت نمیکند. تنها همین. یعنی برای همین آنها ما را آرام گذاشتند؟ بله. میدانستم انسانی راستکار بودنت را بدانستم. از کاری خطا نکردنت خوشحال شدم. بیا رفتیم همه‌اش را با مردم فهمانیم. نه نباید دانند. اگر مردم با خبر شوند شرطنامه آشکار میگردد. سینان بازکارهایش را سر میکند و او از دیه انتقام میگیرد. همین طور از این شرطنامه تنها شما خبر دارید بابا ابراهیم. من این سر رو به کسی نمیگویم، لیکن مناسبتشان با تو قطع شود. در این دیه دیگر با تو معامله خوب نمیکنم. من صبر میکنم، اهمیت نمیدهم. خدا مددگارت با پسرم. در امان خدا باشی. آمین. شنیدم که در دیه مکتب گشادند و کودکان به مکتب میرفتند رئیس. البته همین طور است. چرا به این راه دادی رئیس؟ اکنون فردا به گیمنازیه و دانشگاه ها رفتن میخواهند. چی؟ در بین ما آدمانی خواندگی نیستند؟ هستند، لیکن وقتی که به دانشگاه رفتند سواد میآموزند، سوادناک شدند و دین میآمیزند و دیگر آنها را فریب دادن نمی شود. اسلام به این هم برایشان لباس امانت است. اول باید آنها را از این لباسشان نجات دهیم. عقب مانده بودنشان را باید دانند. بنابراین هر حال بگذار بی سواد ماندن گیرند. از این رو گشادن مکتب به سردارانمان هیچ معقول نشد رئیس. میانت را محکم بند.
باور کنید خطاگی رو من نکردم، سینان کرده است. بارها خبردارش نمودم یکی به دهن نمی آید و مکتب رو محکم نمی کند، اما سببش رو نفهمیدم. دخترمون با معلمه یکدیگر رو دوست داشته، با سلاح به دستان همکاری میکردند. معلوم می شود که سینان دختر رو حمایه میکند، نه به دهه می آید و نه مکتب رو ویران میکند. از این رو گمان میکنم که این نه کاری سینان است، بلکه فرمان از بالا است. شاید دکتر در اینجا جاسوس باشد. شاید همین طور هم باشد. من با تشکیلات در تماس شده حقیقت حال را میفهمم. فهمیدو و من هم گویه تو که من هم دونم. اگر او در حقیقت از خودم باشه با او دیگر که رفتار نمایم. بین انا این خیلی نگید دکتر را انسان خوب فکر میکنی علی؟ لیکن آن دختر خائن با سلاح به دستان همکاری داشته است. شما چی ها میگویید امک؟ خاموش، من با جانم گم میزنم. باور نمیکنم اما دروغ است. نگاه کن، با امکت باور نمیکنی ها؟ رفته از مردم دیه پرس، همه همین را میگویند. برخیز از خوابت، برخیز. آن دکتر خائن است، آن دکتر خیانتکار است، ناموس اپس را داغدار نموده است. گیر او را رفته پران، هم ناموس ما را پاک میسازی و هم دیه را نجات میدی. علی اینجا گذار، زود به حجرت گذار. اما شما چیکار کرده ایستاده؟ علی حالا کودک است، فکری او را با دروغهایتان آمیخته نکنید. من حقیقت را میگویم. آن دکتر تو را فریب داد، اینش بس نبود که تمامی دیه را فریب میدهد، با سلاح به دستان همراه شده است. باز یک تهمت دیگر. این راست است زینب. کی این را گفت؟ با سلاح به دستان وا میخورد. پدر او از دست سلاح به دستان من و شما را نجات داد. خودش را هم نجات داد، همین طور نه زینب؟ کسی را دیدی که از دست آنها سلامت برگشته است؟ دخترم زینب، هر دویمان گفته های دختر را میدونیم، کنی بینیم راست میبرن یا نه؟ به من نگر حامد، خائن بودن دختر را دیدی، باید دخترت حتما از این داغ خودش را سفید نماید. فهمیدم اکا، چاره‌اش را میبینیم. زینب، سخنانی امکت را شنیدی؟ پدر شما هم سخنانی مرا شنیدید، با دخترتان باور کنید. منو ببخشید آقای طاهر. از نزد بابایت می آیی؟ بله، خواهش میکنم از من نرنجید. بابایم به شما باور دارن، لیکن گمان میکنم دیگر کسی به شما باور ندارد. دیگر کسی به نقطه طبی قدم نمیگذارد. چی کار کنم؟ در آینده اهل ده خطایشان را میفهمند. السلام علیکم. و علیکم. مرحمت. نام من طالب آقای دکتر. خوش آمدی طالب. بیمار شده ای؟ نه با برادران با شما صحبت کردنی بودیم و بیرون می برآمدیم. مایلش. اینها خش و تباران هم هستند آقای دکتر. و علیکم سلام. شنیدیم که مردم با شما بد مناسبت میکردن. برای دستگیریتان آمدیم، شما را تنها نمیگذاریم. تشکر، سلامت باشید. اینها را به شما آوردند. شما چی آوردید؟ راکن، نمیخواهیم که شما در این دهه گرسنه نمانید آقای دکتر. تشکر. دشواری برآمد به ما خبر دید. به فرمانتان آماده. تشکر. فرمان بردار. تشکر زیاد. سلامت باشید. تشکر زیاد. تشکر زیاد. سلامت باشید. حالا هم با من باوری دارند. کاری خطا کردم. باید در نزد مردم گناه را به دوش خودم گیرم. دروغ گفتم، تهمت نمودم گویم. بیعقلی نکنید خانم، خواسته همون عملی شده ایستاده است.
اکنون طاهر مجبور می شود که از این دهه برآمده رود. برات از روی من رنج کشیده ایستاده است. برفینم را هم صاحب شده نتوانستم. من مادری خوب شده نتوانستم. برفین در کوه پنهان شده است خانم. اگر باید اون واقع روی ندو کیها خبردار می شدید؟ دخترم بر می گردم، لیکن این دفعه پسرم را از دست می دهم. چرا از دست می دادید خانم؟ ما چی کار کردیم خانم رابیا؟ من به خودم کار تا به این درجه رسیدنش را هیچ گمان نمی کردم. اون رو با دستی خودم به بلا گرفتار نموده. اونا باشد اونا به دیه هجوم می کنن و شاید مردمی دیه با هم دشمن گردن. چی گفت شده است؟ چی گفت شده است؟ وقت کجا؟ آقای خسرو و حبیب دختر را دستگیری کرده ایستادن و طرفداری او می‌باشند. راست میگوید، راست میگوید. رمزی راست میگوید. همین خیر شدنش معلوم بود. هممون باید از یک گریبان سر براریم. در دهه ما این خیل دکتری خیانتکار لازم نیست. دکتر را از دهه پیش کردن در کار. پیش کردن تنها با گپ نمیشود. او دکتری دولتی است. اگر از بالای شکایت کنیم سلاح به دستان خانه های ما را آتش میزنند. اکنون چیکار کنیم رئیس؟ من گوش کنید. همه را آتش میزنیم. نه نقطه طبی ماند، نه خانه دکتر. رفتم. این کار آنقدر آسان نیست. باید کمی صبر کنیم. هر کار راهی خود را دارد. نمیخورم مادر جان، شما خورید. پسرم نمیبینی مردم دیه تو رو دیگر نمیخواهند. آنها تو رو دشمن میحسابند. در دیه هم شخصانی هستند که به من باور نموده طرفداری هم میکنند. این خوراک رو نیز آنها آوردند. انشالله دیگران نیز به قریبی خطایشان را میفهمند. چیکار کردن این آدمان معلوم نیست پسرم. بیا به گپم گوش کن و این دیه رو ترک کن. رفتن نمیتوانم مادر. این آدمان به من احتیاج دارند. لیکن این فداکاری تو رو آنها نمیفهمند. صبح خیر دیلو. صبح خیر آقای طاهر. من به نزد خاله مریم میروم. جوزف دونم رو میاری؟ البته. خودتان رو احتیاط کنید. خواطر نشو دیلو. السلام علیکم. سلام علیکم آقای دکتر. و علیکم السلام. بخیر است؟ یگون چیز میخواستید؟ شما را حمایه میکنیم. احتیاج به حمایه ندارم. من رو به حالم گذارید. خداحافظ. خسته نباشید. سربازان آمدن، سربازان آمدن. و دیه ما سربازان آمدن. تشکر خاله. تشکر خاله. مرحمت. سلامت باش. بدری اینجا هم سردار. اینجا بیا. تو از همین دیهی؟ همین خیر؟ بله سردارم. نزدیکانت هستم؟ مادرم هستم سردارم. 5 دقیقه مهلت. زود مادرت را دیده بیا. تشکر سردارم. پدر دکتر میگذارد. خب رفت دکتر را جغزن. با او گپ دارم. مالش. آقای دکتر، آقای دکتر. پدرم در خونش ما رو جیغ میزنن.
холай Марьям бемор шудааст, ба наздашон меравам. ба падарат гӯй ки аз ман наранҷад. شاید دکتر کجاست؟ نامد. چرا نامد؟ آیا گفتم کار دارم گفت. یعنی من رو آدم حساب نکرده دعوتم رو قبول نکرد. حالا من به اون نشان میدهم. مادر جونم، مادر. بدری پسرم. مادر جونم. پسرم خوشرویه که من شما ریاد کردم. وای قربانت شوم پسرم، قربانت شوم پسر جونم. جونکم استو نگاهت کنم پسرم. چه میروی نمیستی؟ گفتم که مادر جون باکو را فیصله بده. سردارم اجازه دادن که شما رو خبر گیرم. خدا او را نگهبان باشه. آمین. بیا دختر بیا، چرا ایستاده ای؟ نگر این پسرم بدری. خوب هستی برادر؟ تشکر آقای دکتر. بخیر است مادر؟ بیمار شده اید؟ نه پسرم، آقای دکتر مرا دوست می‌دارد و عیادتم میآید. سلامت باشید آقای دکتر. خدا از شما راضی باشد. الویدا مادر جون. این طور نگوی پسرم. شاید دفعه دیگر مرا از بین شهیدان پیدا میکنید. холай Марьям, بیایید. اویستا. дарайд. اویستا. خوبه. انشالله خوب میشوید. خدا. خدا او را صحت و سلامت برگرداند. خدا از کران را صحت و سلامت برگرداند. انشالله. خدای مریم با من گوش کنید. خونتون رو معاینه نمودم. شما رو باید به یگون بیمارخانه خوابانیم که مبادا بیماریتون باز اوج نگیرد. احوالم خوب است دکتر، شکر که خوبم. یک دردم اوج میگیرد و زود میگذرد. چرا اینقدر یک روی میکنید خدای مریم؟ روزی پسرم برمیگردد. اول او به ده برمیگردد، بعد آن طرفش رو میبینیم. شکر سلامتی هم خوب است. بدری رو دوست میداشتید خدای مریم؟ دیگر پسرتان بهرام رو چی؟ چرا پاسخ نمیدید خدای مریم؟ درباره او از من نپرس. مهرش خدا جان، چه خیلی که خواهید بسیار سیخ نشوید. این به شما ضرر دارد. بخیر است آقای بهرام؟ از اینجا میروید؟
بله با قرارگاهی نو میرویم. من چی میشوم؟ سینون ما رو با شهر بردنی بود. البته میبرم. اول قرارگاه همون رو به دیگر جای کوچونیم، بعدم تو رو به شهر میبرم. کی میرویم؟ بیدی بده رفت. تا آمدنش انتظار میشویم. وقتی که برگشت البته میرویم. زود باش، وقت را نگیر. بدی تو باید پیش از اسکران به قرارگاه رسی. خاطر نشو، پیش از آنها با اونجا میرسم. و تو برای کار میخواهم. اونها آدمای تشکیلاتن. مردم ده اونها رو با من دیدن. اونها ما رو با دو مفتوندند. دیگر هیچ کس فرزندش رو به مکتب نمیفرستد. آیشه، ساعتهای دراز تو رو میکوبم. آخر من به مکتب آمدم. من به تو نگفته بودم که دیگر به مکتب نمیروی. خیلی پیشترا. شما چرا او رو از مکتب میگیرید؟ چی؟ در اینجا مانم که مثل تو بیابرو شود. با آن دختر هم مرا شرمنده کردی. پیشترا، زودتر. درسی امروزمون با آخر رسید بچه ها. خیلی معلم. بعد چه شد آقای دکتر؟ همش همین. گپش رو گفت و رفت. در حالی که حقیقت رو میدوند باور نکردن و گناهکار دانستنش مرا سخت رنجاند. از زینب این چیز رو انتظار نبودم. این رو نزدار. دستانت نلرزند. کلنگ را پخش نموده دشمن را نابود میسازی، فهمیدی؟ از پیشونیش میپرونی. علی سلاح رو به من ده. نمیدیم. نده. دوستم علی سرده. علی نده جان. نمیدیم. رفت آن خواهی را سلاح پرواز. رو سرده گفتم. نده جان گفتم. علی سرده. سلاح رو به من ده. علی سلاح رو به من ده. مکه، من فرزندانم را سر راه نیافتم. مکه، فرزندانم را سر راه نیافتم. از تو و فرزندانت فایده ای نیست حمید. یا ناموسمان را پاک میسازید یا از این خانه برآمده بروید. دخترم آماده شوید از این ده هم میروید. پدر با یک گنجوی نمیرویم. دخترم پدرم نمانده است دیگر نمیروم. چی کار کنم دیگه؟ با دلو باور نداری؟ البته باوری دارم. از معاینه دکتر میگذارم.
یعنی بیرون برو دکتر بیا بدن درو گفتم. چی واقع رئیس؟ خودت نقض میدانی دکتر. مردم تو را با خیانت گناهکار میکنند. با سلاح به دستان همراه شده ای. تو هم بر ضد دهه ما برآمده ای دکتر. گوش کنید برادران. یک دقیقه صبر کنید. من خواهی نیستم و با این ده خیانت نکردم. باور کنید. مگر شما چرا دخالت میکنید؟ با شما چی شده است؟ مشکلی دکتر، مشکلی ما هم هست. کاریتون نباشد طالب. ما شما را نقض میدانیم. با کی رفت آمد کردنی آقای خسرو و حبیب را ما میدانیم. شما همتون تو روی هستید. تو چرا همتون ایستید. از برای خدا کمی آرام شوید. همتون برای دکتر جنگ کرده ایستادید. همین را دانید که من به دکتر باوری دارم و به او کفیلم. چیها میگوید بابا ابراهیم؟ این گپا دروغ است. دکتر با سلاح به دستان مال خورده است. با خورده است. بچی دایر چی کار کردنش را نقض میداند. او یگان نقشه داشته است که با آنها واخورده است. در رو را سیاه نکنید. همین رو نقض دانید که من بر ضد شما یگان کاری نکردم و از اینجا رفتنی هم نیستم. شنیدم که با سلاح به دستان علاقه داری. نه خود به این باور کنی زینب. آخر تو حقیقت رو میدونی. کدام حقیقت رو؟ حقیقت حقیقی یا اینکه حقیقتی که برای باور کنانیدنم بافتید آقای دکتر؟ یعنی تو با همه این تهمت ها باور کردی؟ حیف شما. تنیز زودتر وقت را نگیرید. آماده شوید. بدی می آید. سربازان آمدن. زودتر جابجا شوید. محافظت نمایید. سینون کجا شدی بده؟ سینون سربازان مکان ما رو یافتند. باید زودتر از اینجا روید. سینون زود جمع شوید. زودتر از جایت خیز میروید. چی شد پسرم؟ کدام حقیقت رو؟ حقیقت حقیقی یا اینکه حقیقتی که برای باور کنانیدنم بافتید آقای دکتر؟ حیف شما. باز تو را ننجاندم. با من گوش کن پسرم. این دیه جون من نیست میدونم. شما حق هستید مادر. اکنون از اینجا میرویم. راست میرویم؟ میتوانید لباسهایم رو جمع کنید مادر. من کمی کار دارم. مهلش پسرم مهلش. خدایا شکر میگویم. اینجا پنهان شو. زودتر.
چی؟ آنها را پران. چرا ایستاده؟ پران میگویم. چه پرانم سیلون؟ اگر سرم رو برارم آنها میپرانند. محاصره کردند. ریخته نمیتوانیم. ما رو تیرباران میکنند. تمام دیه بر ضد دکتر خستند. حبیب و مولا خسرو ایرو طرفداری کردند. همه بین خود جنجال دارند. نمیدونم چی میشود. خانم زیلال بیا پسرم. نمیدونم چرا با من دشمنی میکنید خانم زیلال، لیکن خبرهای پهن کرده تو نتیجه داد. از ده میروم. همین رو خبر دادنی بودم. اکنون آسوده باشید. خودت کردی خودت دیدی. باز چی باید گوییم؟ دکترها گریزاندت خاله زیلال. شما چیکار کرده ایستاده خاله زیلال؟ یا من تمام کرده باشم؟ آب خودتان گفتید. همه چیز را با او نقل میکنم. همه چیز را. سبب تهمتم را، در حقیقت مادرش بودنم را به او میگویم. زودتر بهرام، زودتر. ما را ایحاطه نکنند. مرا محافظت کن. مالستینو سوفیا زودتر. بدری دادر. بدری نمی. بدری دادر. چشمانت را کشو. بدری دادرم. بدری. چی کار میکنی ابله کنی؟ تو چی؟ ما را به دام افتاندنی؟ زودتر رفتیم. راگر زودتر. تشکر به تو دیلو. خوستت شد زینب. زینب، سببی از اینجا رفتنم تهمت‌های در حقم برآورده نیست. فکر نکن که میگریزم. بلکه سخنانی گفته‌ات است. چون خسته‌ات شد
خدا نگهباند. سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.